سلاف در این ویدیو دخوازنی در مورد EF گپ کنیم. از این چند ویدیو دنه در مورد EF گپ کنیم ببینیم EF چیه، اما در مورد EF گپ تکنیم چیه. من یه سری ویدیو آماده کردم. این ویدیو چو قرار رو اوت سی شارپ مثلا چه خود اسکیل سرور هم اشکم دیتابیس چکم جدول چکم اطلاعات بگیرم اینسرت کنم آپدیت کنم اونا کلا به هم گپ کنید چه نیستی. اما ارت سی شارپ زمانه فرده اسکیل سرور زمانه فرده اونا فام ناکن پس که تو را بنویسی قبل از اینکه مثلا چه قبلا واو که تو مثلا اخواستی ارت سی شارپ کار خیلی دیتابیسی خیلی اسکیل سروری یا هر دیتابیس آردوینو مثل دنه تو به ایدی داتا تنیسی تو ایدی داتا دست تسکر مستقیم دنیسی و انسرت که آپدیت که اونا کارنا کلا آنها انجام داده اما پر نبوده کل دستورات تو تسکر دنیسی کل توش دنیسی مثلا پر نبوده با بوده توش خاص مثل اوارم حتی انج استفاده و نجم استفاده دیتا مزن استفاده دا اسیر درنا استفاده دا اونا استفاده دا حالا غیر داده دپره بجید در مورد ویدیو فرد گپ دکم اما و تو سی شارپ دانیسی و کد تی اسکیل خارطه ویدیو داتا در گویی سوتا اجرا کرد سی شارپ کد تی اسکیل تا توسط ویدیو داتا اجرا کرد. حالا ما گفتم ام سو لایه توش وسط ها به اسم اوارمان چه که و تو کد سی شارپ دانیسی و آخر کد سی شارپ در تی اسکیل لکن ران دکه تو آخوست دیتا از کی و تبدیل به کد تی اسکیل دکه اجرا دکه تو در آغازی آپدیت کی ویکاره تو آغازی تیبل اضافه کی ویکاره هر توش تیبغازی ویکاره ها ستا و آرمان ها اکن آرمان در واقع یک واسطه نه اصل ایده آرمان هجن آقا تو به هوی زمانه خسی شاب جاوا هر زمانه بنویس ممنونه تو چه دنیسی بنویس اما دیتابیست مهم نه دیتابیست از آخر متناسب با چیه هندل دکم مثلا تو نویسی کد سی شارپ بخواه کد جاوا بخواه نیستی از آخر تو موقع خوزی مثلا دیتابیست در اسکیل سرور عرف سو خوزی اسکیل سرور با اوراکل تو ستا مهم نه از آخر هندل دکم حتی داگره و از واقعیت فاصله خیلی پیوی قضیه آرامه که خیلی مایکروسافت خیلی استفاده کنی EF کوره EF کور چند کتابخانه خواهد و چند تا در واقع کتابخانه گفتنیم پکیج هم واسه استفاده نکنیم و غیره بیان تبدیل کنه و حالا استیج خواهد و حالا در مورد استیج یه جایی گپ تکنیم تا استیج مثلا تو استیجت تقاضی ادتکی و تو استیجنت در واقع استیجنت کار که استیجنت نکن در واقع یه استیجی چیه رکورد دو اگر بخوازی متناسب با استیج چنجی تغییراتی که اخوازی اضافه کی آپدیت که آخر بر اساس استیج چنجی وی رکورد تشخیص داده و آپدیت و اینسرت آپدیت در واقع سیو چنج آخر اطلاعات ثبت که خب من در مورد سیو چنج گفتم در مورد فصل گپ تکنم فقط آقا کلی گفتم. خب اول خب یه فقط اضافه کنیم اول حالا که دیتابیسی خواهد چک واسه اصلا گپ خاطر نمیم اندا تینی پکیجی خواهد اضافه کنیم هر پکیج EF خواهد من الان 4 پکیج اضافه کنم یه دونه انتی فریمورک اضافه کنم یه دونه تولز اضافه کنم مثلا ایجم ساچر تولز دیزاین ایجم ساچر اضافه کنم و چون دیتابیس خواهد اسکیل سرور و اسکیل سرور اضافه کنم پس بنا 4 آن 4 نستکی تین انتی فریمورک انتخاب ده که ورژن حالا من مثلا 8 انتخاب ده هر ورژن خواستم انتخاب ده که نصب کنم اون پکیج دیدن اونا پس 4 یک اونا 4 کره نصب باید مثلا استفاده کنم. خب پس من دیتابیس چه کنم در واقع پکیجی خواهی نصب کنم حالا همین ارته اپستینگ کانش استرینگی خرچه کانش استرینگ چیه؟ استرینگ در واقع رشته اتصال بدم توی دیتابیس وصلم اکی سرور وصلم گربنده بشی اکی دیتابیس وصلم به چه یوزر پسورد وصلم ها یوزر پسورد گپ کنیم بودن
حاضر بسونه دیتابیس که این انجینی خواهد پسورد که بدنیدم. خب پس ما حالا پکیج خلاص کنید در تنظیمات خیلی نیستینی. خب هنی سراغ مبحث بعدی انشاءالله ایدن ویدیو بعدی جم.